همه این چیزا یک کوهی وزنی بود که در بالا مفتی. این گریه ها برای اون نیست، برای همون نفری که از زندگی ما رفت. گریه ها برای خدمت که اینقدر سال من صمیمی بودم، اینقدر حاضر خدمت از دوری نگاه میکنم همون حالت را مثل یک فیلم از پیش چشم میگذره. میگم احسن به زلیخا قدر به قوت بده. چیش دشوار بود از همه؟ به عشق زندگی کردم. چی شما رو نجات داد؟ کی دست شما رو گرفت؟ این لحظه مراجعت من با گلدختران زیبای صحیفه من میدونم که شماره شما خیلی زیاد است و در بین شما هستند نفرانی که تا حال کار نمیکنند، در جستجوی کار هستند و من همیشه میگم که از همه کاری آسان که مهنت زیاد را طلب نمیکند، یگانه شما وقتی خود را جدا میکنید، وقتی معین، هر وقتی که شما میخواهید به این کار مشغول شوید، خواهید 1 ساعت، خواهید 2 ساعت، هر وقتی که خودتان میخواهید، این خواهش شما است و کاری از همه آسان که درآمدی خوب دارد این در شرکت فابریک است. چون که خودی من نیز در این شرکت کار میکنم، فعالیت دارم و در گروه ما یک بانوی پیش صف و پیش قدم هست، مخصوم و مولوده که عین حال با آنها نیز کارگر لازم است. مولوده خان صاحب 5 فرزند هستند، در شهر مسکو قرار دارند.